خب دوستای عزیز، یک ترید داشتیم در سشن نیویورک و در کل پیش بینی کرده بودیم که مارکت میای این لو را میتونه بگیره و ما خودمون تارگت ما را 4 من دادیم و از اکنال از هم در گروپ ما فرستاده بودیم دیگه که این ترید ما 100% تارگت ما را داد و حالا هم سشن نیویورک است او در سشن لندن بود که زکنال هم داده بودیم و تریدش هم گرفته بودیم و فعلا در سشن نیویورک هستیم. در سشن نیویورک هم پیش بینی خود کردیم بنان حال ترید آمدیم که ترید خود بگیریم، ترید خود وارد میکنیم. در کل در قسمت ترید ما را وارد میکنیم، استاپ ما را بالای از اینی های میگذاریم و در کل تیپی ما را میتونیم که پایین اینی لوی که در قسمت داریم بگذاریم و در قدم بعدی اینی لو هم میشه مد نظر باشه. اصل لوی مد نظر ما اینی لو است که اینی لو گرفته شد و در کل ترید خود گرفتیم، وارد کردیم دیگه. توکل ما به خدا. دوستان عزیز، ما در این قسمت از مارکت بیرون شدم چون اینی لو را هم گرفته بود و همچنان همون تارگتی که خود داشتم مد نظر گرفته بودم و میخواستم بگیرم. بر امروز گرفتم و به امروز ترید خودم اینجا توقف میتم و یک تیپی که ما قرار بود باید از مارکت بگیرم در این قسمت بود. یک مقدار گرفتم، سیف سود کردم، استاپ خود بالا اینتری آوردم، یعنی اگر دوباره پس مارکت برگشتم میکرد دلم جمع بود، هم فایده ما گرفته بودم و هم در کل یک مقدار اینتری را پایین آورده بودم، دلم جمع بود تا هر قسمتی که بره و مارکت همی که آرام کرد. آمد اول در قدم نخست اینی تارگت اولی که ما داشتم تاچ کرد، گرفت
و بعدش در مرحله بعدی آمد و تا این قسمت ها باید و تا اینجا احتمال زیاد وجود داره که مارکت بره و چون مارکت آمده حتما ایده میتونه تارگت در کل بگیره چون روند مارکت به می سمت است. ولی چرا ما برآمدم؟ به خاطر از اینکه همون تارگتی که من تعیین کرده بودم برای امروز اون تارگت من پوره شد دیگه. به خاطر از این قسمت من از معامله بیرون شدم، از ترید بیرون شدم، برای من امروز کفایت میکنه. و همچنان امروز یک ترید دیگه داشتیم در سشن نیویورک و در سشن نیویورک اینجا یک در کل یک سیگنال هم دادم و این سیگنال هم دوستا گرفتن، یک تعدادشون و ریوارد 4.62 داده بود و ایره هم پیش بینی کرده بودم در همون سشن که مارکت میتونه بیاید تا این قسمت و از او هم لایف تریدش قرار بود که داشته باشیم، ولی بدبختانه که لپتاپ چارج کمی کمتر بود و در کل ما خواستیم که در خانه هم نبودم که او را دوباره چارج میکردم، در کل خواستم که دوستا نشه که استاپ لاس بخورن دیگه. لایف ترید از هم از پیش مون باز و همچنان از طریق موبایل کنترلش داشتیم و دوستا گفته بودیم که تی پی دوتا به خود بسازن، یک تی پی شنه در کل در این قسمت ها گفته بودم گرفتن اینی لوها و یک تی پی دیگه شونه در کل گذاشته بودم تا به این قسمت که این مارکت آمد امو تی پی هایی که ما برشان گذاشته بودیم هم داد، یعنی کسی که تا این قسمت می آمد اون تی پی اولشان که می گرفت بعد از اون ضررش دیگه قدر برش مهم نبود، یعنی اگر ضرر را میکرد پس بریک وین میشد. خب به هر صورتش ما در کل همون فایده خود از مارکت گرفتیم دیگه. این کلش از برکت نظم و دیسپلین و رحمت خداوند است که برای ما عطا کرده، اگر نیم با خودمون هیچ چیزی نیستیم دیگه. تا لایف ترید دیگه انشالله همگیتونه به الله می سپارم. الله حافظ، خدا نگهدار.